یه روز، نه، بذار درسترش کنم. یه دوره تو زندگی هست که نمیفهمی چی شد، ولی میبینی دیگه خودت نیستی. نه از اون خود قوی، نه اون خود خسته، یه چیز وسط این دوتا، یه سایه، یه نقش، یه آدمی که فقط هست ولی زندگی نمیکنه. ببین رفیق، ما از بچگی یاد گرفتیم خوب باش، محبوب باش، لبخند بزن، جیغ نزن، ناراحت نباش، قوی باش. و همین میشه که بزرگ میشی. میبینی یه نقاب چسبیده به صورتت که حتی فراموش کردی چهره واقعی چی بوده. تو میدونی من از چی حرف میزنم؟ از همون لحظه هایی که تو جمعی ولی حس میکنی تنها ترینی. از همون شبایی که سرتو میذاری رو بالشت و سرت داد میزنه خستم، خستم، خستم. از نقش ها خسته ای؟ نه از زندگی، از حرفای نزده، از دردهای قورت داده، از لبخندهایی که زورکی بودن، از آدمایی که تو رو همیشه خوب میخوان چون راحت ترن. ماها تو آینه خودمونو پیدا نمی کنیم چون سالهاست برای بقیه نسخه چاپ کردیم ولی برای خودمون هیچ خطی ننوشتیم. یه روز میرسی به یه سطح خطرناک بی‌حس. نه گریت میاد، نه خندت، نه هیجان، نه امید. فقط یه خالی بزرگ. این خالی اسم داره: خود نبودن. ما از خود نبودن خسته میشیم، نه از دنیا. آدمای اطرافت نمیفهمن، میگن چته؟ چرا کم حرفی؟ چرا تغییر کردی؟ چرا سردی؟ ولی واقعیت اینه که تو داری از زیر یه آوار بلند میشی. آواری که سالها اسمش نقش بوده ولی هیچ کس نمیفهمه تو چقدر خسته ای، چون همیشه نقش قوی رو خوب بازی کردی. اما یه روز، نه با صدا، نه با گریه، نه با اتفاق بزرگ، با یه چیز کوچیک بیدار میشی. یه نگاه به آینه، یه حرف ناخودآگاه، یه لحظه ساکت، یه جمله از ته دلت: این من نیستم. این بزرگترین نطق عطف آدمه. وقتی میفهمی نقش خستت کرده، وقتی میفهمی سالهاست به جای زندگی کردن فقط اجرا کردی، همون روز تصمیم میگیری آروم آروم از نقش فرار کنی. نه از زندگی، از نقش. شروع میکنی به گفتن نه. نه به آدمایی که همیشه ازت انرژی میگرفتن. نه به جمعایی که بعدش حس پوچی میکردی. نه به حرفایی که به دلت نبود ولی میگفتی که آدم خوب به نظر بیای. اولش میترسی،
چون خالی میشی، چون آدما میرن، چون اون چه جمع شده بود من میشه من. ولی همین من شروع آزادیه. آزادی یعنی بتونی بری توی گوشه دنیا و نفس بکشی بدون اینکه بخوای خودت رو توضیح بدی. بعد کم کم میفهمی تنهایی دشمن نیست، تنهایی اتاق عمله، جایی که خودت رو بخیه میزنی، جایی که زخما رو میبینی و نمیترسی. آدم وقتی با خودش صادق میشه یه حس عجیبی میاد سراغش. قدرت. نه قدرت دهن پر کن، نه عضلات، نه ادعا. قدرتی که فقط از خود بودن میاد. میفهمی لازم نیست برای کسی توضیح بدی چرا عوض شدی. میفهمی لازم نیست همه آدمای قدیمی زندگیت رو با خودت ببری. همه این تغییرها بهای آزادیه. بعد از یه مدت چیزایی میبینی که قبلا نمیدیدی. آدما واقعی تر میشن، دلها واضح تر، مرزها محکم تر. میفهمی هر کسی لیاقت بودن کنار تو رو نداره. میفهمی هر صدای مهم نیست. میفهمی هر رابطه ارزش نگه داشتن نداره. و تازه میفهمی چقدر سبک شدی وقتی نقش رو کنار گذاشتی. دیگه برای کسی زندگی نمی کنی. دیگه برای تایید کسی نیستی. دیگه لازم نیست بخندی وقتی حالت بده. دیگه لازم نیست سکوت کنی وقتی چیزی از درونت می جوشه. تو بعد از سالها خودت شدی و این زیباترین اتفاقیه که برای یک انسان میتونه اتفاق بیفته. حالا اگه تا اینجا اومدی یعنی یه چیزی ته دلت گفت این حرفا مال منه و من بهت میگم رفیق، تو تنها نیستی. ما زیادیم، خیلی زیاد. از امروز دیگه فیلم بازی نمی کنیم. اگه میخوای کنار همین مسیر رو ادامه بدیم، اگه میخوای حرفایی رو بشنوی که جایی گفته نمیشه، این کانال مال شماست. ساب کن، بمون، با هم میسازیم. خدا نگهدار.